سفسطه ها. نویسنده آرش زندیق، گوینده احسان اطهری. بخش دوم. سفسطه خدا را باید احساس کرد. انسان دیوانه است. او نمیتواند یک کرم خلق کند، اما چندین خدا خلق کرده است. میشل دومونتیه. یکی از ادعاهایی که مدعیان آماتور وجود خدا دارند این است که خدا را حس می کنند و از روی احساس به وجود خدا پی بردند. حتی عده‌ای پا را فراتر گذاشته و برهانی با فرنام برهان احساس فراهم کردند که آن را از براهین اثبات وجود خدا می دانند. نکته مهم اینجاست که ما بدانیم احساس چیست و احساس کردن چیست. فلاسفه و قدما معمولاً برای ادراک 3 مرحله در نظر می گیرند، اما این مراحل ادراک را نباید با تعریف خرد اشتباه گرفت. 1. احساس، 2. تخیل و 3. تعقل. مرحله اول که احساس است در واقع دریافت و پردازش از طریق حسهای 5گانه بدنی، یعنی بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی است که هر کدام ارگانها و نظامهای مشخصی را در بدن انسان دارند که پس از تحریک شدن توسط دستگاه عصبی اطلاعات توصیفی آن از نخاع به مغز مخابره می شوند. به این مرحله از شناخت احساس می گویند. بنابراین شما وقتی می توانید چیزی را واقعاً به معنای فلسفی و فنی احساس کنید که یا آن را ببینید، یا ببویید، یا لمسش کنید، یا بشنوید و یا آن را بچشید. و احساس کردن تنها یعنی همین. مثلا وقتی سیبی را میخورید مزه آن را به وسیله ارگانهای حس چشایی احساس میکنید. مرحله بعدی تخیل است که در صورتی انجام میگیرد که ابزار احساس دیگر وجود نداشته باشد. بعد از حس کردن اثر دیگری در تخیل یا حافظه باقی میماند و فرد همچنان آن مفهوم را که قبلا احساس کرده است به یاد میآورد. به عنوان مثال وقتی شخصی مزه سیبی را که دیروز تناول کرده به یاد آورد، در واقع دیگر آن را احساس نمی کند، بلکه آن را تخیل می کند و به یاد می آورد. مرحله تخیل مشخصاً وضوح و روشنی مرحله حس را ندارد و ممکن است تخیل کردن احساسی در گذشته کم کم از حافظه محو شده و تخیل آن دیگر ممکن نباشد. مرحله بعدی ادراک تعقل است. تعقل همان مرحله تخیل است، با این تفاوت که مفهوم را به صورت قابل انتقال برای شخصی دیگر مطرح می کند. مثلا اگر بتوان مزه سیب را برای شخص دومی توصیف کرد و ادراک را در مورد مزه سیب به او تفهیم کرد، در این مرحله این ادراک وارد مرحله تعقل شده است. به عبارت دیگر تبدیل یک معنی که توسط شخصی احساس و یا تخیل شده است به گونه‌ای که قابل انتقال باشد، ورود آن معنی و مفهوم است به مرحله ادراک و تعقل. این 3 مرحله را می توان مورد تایید اکثر فلاسفه قدیم و جدید دانست، اما فیلسوفان و آرمانگرایان مراحل دل و جان را نیز به این 3 مرحله اضافه می کنند و مراحل ادراک و شناخت را 5 مرحله می دانند که البته 2 مرحله دل و جان در دیدگاه منطقی و فلسفه صحیح باطل است. بعد از این مقدمه حال باید دید که آیا واقعاً میتوان خدا را احساس کرد؟ چه چیزهایی قابل احساس شدن به معنی واقعی و صحیح آن هستند؟ پرواضح است که تنها چیزهایی را میتوان حس کرد که حالتی مادی داشته باشند.
یعنی چیزهایی که فرمی از ماده یا انرژی که در این معنی چندان با ماده متفاوت نیست داشته باشند. بنابراین اگر خداپرست به معنی واقعی خدا را احساس می کند، خدا را در حد ماده پایین آورده است، چون چیزی که مادی نباشد را نمی توان حس کرد. یعنی نمی توان دید یا بویید یا چشید یا لمسش کرد و یا شنیدش. البته به دلیل اینکه خداوند یک موجود خیالی است، تصوری که خدا باوران از ادیان مختلف نسبت به خدا دارند علی‌رغم تفاوت ظاهری آنها بسیار متفاوت است. به عنوان مثال بسیاری از فرقه‌های مسیحی معتقدند که خدا را می‌توان دید. حتی در دوره‌هایی فرقه‌هایی وجود داشتند با نام قدیس‌های نامرئی یا اینویزیبل سنت که معتقد بودند تنها کسانی حق ورود به کلیسا را دارند که با عیسی مسیح که خود خداوند است ملاقات کرده باشند. و به صورت تجربی نیز مسیحیان زیادی هستند که ادعا می کنند با عیسی مسیح و یا خدا دیدار کردند و آن را دیدند. در کلیسای کاتولیک به کسانی که چنین تجربه ای را داشته باشند و در کنار آن شرایط دیگری را نیز داشته باشند مقامی تقدیم می گردد. به عنوان مثال به مادر ترزا، بانویی که بسیار از عمر خود را صرف کمک به کودکان هندی کرده بود، این مقام اهدا شد، زیرا وی با عیسی مسیح دیدار داشته است. در میان مسلمانان نیز افراد مالی خولیایی بسیاری همچون آیت الله مرعشی نجفی از کسانی هستند که ادعا کردند که با امام زمان دیدار داشته و یا حضرت خضر را دیدند. بنابراین اگر منظور خداپرستان از این که خدا را حس می کنند این است که با خدا واقعاً دیدار داشتند، می توان این ادعا را از آنها قبول کرد، زیرا بر طبق ادعایشان که راست و دروغش بحث اکنون ما نیست، آنها واقعاً خدا را احساس کردند. اما خداپرستانی که اکثریت خداپرستان را هم تشکیل می‌دهند و معتقدند خداوند جسم و ماده نیست، نمی‌توانند واقعاً ادعا کنند که خداوند را احساس کردند. باید به خداپرستانی که با خدا دیدار داشتند و یا مسیح و خضر و یا امام زمان را دیدند یا جن دیدند گفت که اگر یک یا دو بار این چیزها را دیدند که به آن اعتنایی نکنند، اما اگر به طور مداوم این چیزها را می‌بینند یا صداهایی می‌شنوند که بقیه آن را نمی‌شنوند و یا دوستان خیالی دارند و در تنهایی صحبت می‌کنند، باید به طور جدی از آنها درخواست کرد که به یک روانپزشک مراجعه کنند، چون ممکن است دچار بیماری اسکیزوفرنی باشند و خود خبر نداشته باشند. بسیار خوب، تا اینجا مشخص شد که احساس کردن خدا با در نظر گرفتن معنی و تفسیر صحیح از مسئله احساس یک ادعای باطل است. اما منظور این افراد واقعاً از احساس کردن چیست؟ یا باید چه کلمه ای را به جای احساس کردن استفاده کنند که حداقل عبارت صحیحی را به کار برده باشند؟ در ادبیات فارسی و بسیاری از سایر زبانها جایگاه کلمه احساس با جایگاه آن در فلسفه و روانشناسی متفاوت است. در واقع احساس کردن در خیلی از موارد به جای تخیل کردن و یا تعقل کردن به کار می رود. خداپرستان در واقع وجود خدا را احساس نمی کنند، بلکه وجود آن را تخیل می کنند. به این معنی که به دلیل اطلاعات، داده‌ها و مشاهداتی که به آنها منتقل شده است یا خود ساخته اند، باور کرده اند که خدا وجود دارد و وجود خدا را در واقع با استدلال‌های غلط و سوفسطایی یا سفسطه‌واری که در کتاب خدا چیست بسیاری از آنها تشریح و رد شد، وجود خدا را به عنوان یک حقیقت قبول کردند. یعنی اگر بخواهیم به طور غلط از عبارت احساس کردن استفاده کنیم،
در واقع بی خدایان نیز عدم وجود خدا را احساس می کنند. به عبارت درست، با توجه به استدلال‌ها و دلایلی که آموختند و یا ساختند باور کردند که خدا وجود ندارد. اشتباه رایجی که در این زمینه شکل می‌گیرد این است که به اشتباه فرض می‌شود تخیل کردن یعنی از عقلانیت به شیوه صحیح استفاده کردن، در حالی که هرگز این گونه نیست. تخیل هم صحیح و هم غلط دارد، همانطور که در فکر کردن و احساس نیز قطعیتی وجود ندارد. بنابراین خداپرستان و بی خدایان وجود یا عدم وجود خدا را به اصطلاح احساس می کنند، زیرا به غلط یا به درست اطلاعات و استدلال‌هایی را آموختند که آنها را وامی دارد این گونه احساس کنند. بنابراین احساس را باید کنار گذاشت و به دنبال کسب اطلاعات و آموختن استدلالات بیشتر و بهتر و خالصتر بود. یعنی مطرح کردن احساسات در بحث‌های منطقی و گفتمان جدی غلط و بدور از عقلانیت است. همواره نکته مقابل عقل جهل است و جهالت به کام بسیاری از انسان‌ها شیرین است. یعنی خود می‌دانند که باورهای خرافی و غلطی دارند، اما با استدلال‌های غلط همچون این باورهای غلط به ما آرامش می‌دهد و یا چطور ممکن است این همه انسان این باور را داشته باشند و غلط باشد و یا اینکه عقل خود را ناقص می‌خوانند و تقلید می‌کنند، همچنان به باورهای غلط و خرافی خود دامن می‌زنند. اما انسان خردگرا انسانی است که آنچه حقیقت دارد و واقعیت دارد را دوست بدارد، نه آنچه را که دوست می‌دارد را حقیقی و واقعی جلوه دهد. بسیاری از خداپرستان می‌گویند من خدا را حس می‌کنم. عقل آنها می‌داند که خدا وجود ندارد، اما دلشان دوست دارد وجود داشته باشد، یا فکر می‌کنند بهتر است وجود داشته باشد پس وجود دارد. سفسطه های رایج پیرامون تاریخ. تاریخ و علم از یک سو و دین از سوی دیگر دشمنان یکدیگرند. هر جا که یکی پیش می رود دیگری عقب می نشیند. ناپلئون بوناپارت. به راستی همان گونه که ناپلئون گفته است، میتوان گفت تاریخ هر دینی بزرگترین دشمن آن دین است و ماهیت اصلی آن دین را به بهترین شکل افشا می کند. اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. تاریخ اسلام آنقدر آلوده و ننگین است و کارنامه آنچه مسلمانان انجام داده اند آنقدر کریه و اسفناک است که مسلمانان از تاریخشان شرم دارند و از پذیرفتن اینکه عقاید آنها موجب چه مصیبت‌هایی شده است و یا بزرگان دینی آنها چه رفتاری داشته‌اند و چه گفتند و چه کرده‌اند به شدت شرم دارند و سعی می کنند آن را به هر گونه که بتوانند و به هر قیمتی یا پنهان کنند یا اگر نتوانند چنین کنند دانش و نیروی قضاوت خود را انکار کنند. و خب انصافاً هم حق دارند، چرا که اسلام هر جا حضور داشته باشد پلیدی و زشتی و ظلم و خشونت به بار می آورد. البته پنهان کردن تاریخ هیچ نتیجه‌ای ندارد جز اینکه مصیبت‌ها و جنایاتی که در تاریخ از پیامبر اسلام سر زده است باز هم از طرف اسلامگرایان راستین سر بزند. واقع بین نبودن و انکار تاریخ خدمتی بزرگ است به بنیادگرایان مذهبی، زیرا این انکار سبب می شود که بنیادگرایان در حالی که مسلمانان آماتور و یا سکولار سعی در پاکسازی چهره زشت اسلام دارند بتوانند چهره آلوده اسلام را پنهان کنند و تنها وقتی لازم می شود
که بخواهند از آن استفاده کنند. و از همین روز که مسلمانان منکر واقعیت زشت اسلام در واقع خدمت بزرگی را به اسلام گرایان بنیادگرا و آدمخوار انجام می دهند، در حالی که بعضی از آنها گمان می کنند با پاستوریزه کردن اسلام می توانند جلوی توحش اسلام را بگیرند. اما زهی خیال باطل که اگر کسی تصور کند می تواند با هرمنوتیک یا همان دروغگویی و مالکشی کاری کند که اسلام گرایان از حقیقت اسلام دست بردارند. به راستی دفاع کردن از تبهکاران و نادانانی همچون محمد، خلفای راشدین برای اهل تسنن و امام علی و نوادگانش برای تشیع کاری بس دشوار است و انکار تاریخ و ایستادن در مقابل حقیقت برنده و تابناک لازمه آن است. اما تصویری که مسلمانان ناآگاه از اسلام، از شخصیت و رفتار پیامبرشان و بزرگان دینشان در سر دارند، تصویری کاملا خیالی است که از روی تعاریف مادر بزرگها و عمه ها و نشستن پای منبر آخوندهای پرت و پلاگو شکل گرفته است. آخوندها هر آنچه از این طرف و آن طرف در مورد هر شخصی میشنوند آن را اگر چیز خوبی باشد به پیامبر اسلام و پیشوایان دینی خود میچسبانند. مثلا رایج است که میگویند پیرزنی بر روی پیامبر زباله میریخت و روزی که آن پیرزن بیمار شد پیامبر به دیدارش رفت. خب اگر شما از مسلمانانی که این قصه را میگویند بپرسید که این داستان را کدام تاریخ نویس ذکر کرده است، از پاسخ دادن در خواهند ماند، زیرا این قوم اهل تحقیق و فهم صحیح از دین و مکتب اسلام نیستند که بخواهند حرفها و حدیثها و داستانها را از روی اسناد معتبر تاریخی قبول کنند، بلکه مانند یک سطل هستند که آخوندها داخل آن را پر از افکار خود کردند و حقیقت برای این افراد هیچ جذابیتی ندارد. برای همین است که وقتی مسلمانان با مستندات تاریخیشان به ویژه در مورد پیامبرشان روبرو میشوند بسیار جا میخورند، زیرا میبینند که آن همه تصورات و تخیلاتی که سالها در ذهنشان تکرار کرده اند و تصویر خیالی که از محمد و سایر بزرگان دینشان برای خود ساخته اند چقدر در تناقض با آن چیزی است که تاریخ از این پیامبر و بزرگان دین به ثبت رسانیده است. پیامبری که به دیدار آن پیرزن در داستانهای بدون مدرک و سند مسلمانان می رود، آدم کش و تروریستی جانی است که جان انسانهای بیگناه را و مخالفان شخصیش را به آسانی می گیرد و دستور قتل عام صدها نفر را صادر می کند و از این جنایات و پلیدی ها بسیار لذت می برد. یا زمانی که در میابند پیامبرشان که او را الگوی اخلاقی خود میدانستند چگونه انسان هرزه و زنباره‌ای بوده است و چگونه برای رسیدن به لذت‌های جنسی اخلاقیات زمان خود را زیر پا میگذاشته است. از همین روز که نخستین دشمنی‌های آنها با تاریخ اسلام آغاز می شود، زیرا آنها نمیخواهند بپذیرند که تاریخ دینشان واقعی است و آنچه میگوید درست است. خب پس بنابراین به جای اینکه دینشان را کنار بگذارند میخواهند با بهانه‌های باطل تاریخ را کنار بگذارند و یا آن را بی‌اعتبار کنند، دقیقاً همانطور که سعی میکنند چون این بلایی را سر عقل هم بیاورند که این موضوع نیز شرح سفسطه‌ای است با نام عقل بشر ناقص است، علم ناقص است. البته باید توجه داشت که این برخوردها از مسلمانان حرفه‌ای و کسانی که تحصیلاتی در زمینه اسلام داشته‌اند معمولاً دیده نمی شود. معمولاً یک عالم دینی این گونه با تاریخ رفتار نمی کند،
زیرا فرقی بزرگ میان درک عوامانه و درک علمی از دین وجود دارد. درک عالمانه دین را به صورت یک چیز عینی نگاه می کند، آن را می سنجد و اگر مورد پسند بود آن را قبول کرده یا رد می کند و در هر دو صورت شخص عالم رابطه‌ای خرد محور و واقع گرایانه با دین برقرار می کند. اما دید عوامانه اول دین را میپذیرد و بعد آن را به دلخواه خود تفسیر کرده و هر آنچه زشتی در آن است را نادیده گرفته و هر آنچه زشتی در آن است را نادیده گرفته و هر آنچه دین ندارد را به آن میچسباند. یعنی رابطه بین دین و شخص به رابطه ایدئالیستی و احساس محور تبدیل می شود. این دیدگاه شیادانی است که می‌خواهند از دین استفاده ابزاری کنند. شیادان دینی وقتی سوسیالیسم مد روزگار بود از دین انقلاب ساختند و توحید را برابری تفسیر می‌کردند و امروز که این بازار کساد شده است و افکار این گونه را کسی تحویل نمی‌گیرد، تفسیر لیبرالیستی از دین و موافق با حقوق بشر ارائه می دهند که هیچ ربطی هم به دین ندارد، به خصوص دین اسلام. این افراد هم به دینشان خیانت می کنند هم به اندیشه های سکولار. نه دیندار کامل هستند، نه لیبرال یا سوسیالیست کامل. به راستی که این افراد شایسته لقب منافق و التقاطی هستند که دینداران سنتی به آنها می‌دهند. نتیجه آنکه این برخوردها علیه تاریخ برخوردهای عوامانه و سطحی است که معمولاً نیمچه مسلمان‌ها و انسان‌های بی‌مایه از خود نشان می‌دهند و البته از آنجا که بیشتر دینداران را همین بی‌مایگان تشکیل می‌دهند، بررسی سفسطه‌های آن و پاسخ به آنها برای کسانی که قصد روشنگری و مبارزه با دین را دارند ضرورت دارد. نخستین نکته‌ای که باز هم باید روی آن تأکید کرد این است که دین خویان از روی خرد خود نیست که دیندار هستند، بلکه از روی عواطف و احساسات خود دین را حفظ می کنند. این احساسات از احساسات قومی و تعصبات ملی نژادی آغاز می شود و به احساساتی شومتر مانند تنفر از دگراندیشان و عشق کور به شخصیت‌های دینی و بزرگان دین ختم می شوند. اگر قرار است شخصی را آگاه کرد بعد از اینکه دریافتیم آن شخص این گونه آدمی است که برخوردی واقع بینانه نسبت به دین ندارد و از روی احساسات و عواطف کج خود رفتار می کند، باید به سرعت دریابیم که بحث کردن و استدلال کردن و سند و مدرک برای چنین نیمه دیوانه تا تمام دیوانه ای آوردن خطاست و اثری ندارد و اساساً این کار تنها باعث بی‌ارزش شدن استدلال و لوث شدن خردگرایی می شود. اولین قدمی که در برخورد با این جور نیمه دیوانگان باید برداشت این است که احساس آنها را نسبت به دین تغییر داد. باید به آنها نشان داد که دینشان چقدر خطرناک است و چه عواقب بدی را دنبال می کند. نیمه دیوانگان را می توان با نشان دادن تصاویر و فیلم هایی از آنچه همفکران دینیشان به دستور دین انجام داده اند تحت تأثیر قرار داد و به آنها فهماند که عواطف انسانی خود را به غلط به اسلام نسبت می دهند. اسلام آن چیزی نیست که آنها برای خود ساختند. باید به آنها فهماند که اسلام را باید از روی منابع معتبر و مستند اسلامی آموخت، نه در مقابل منبر آخوندها و یا سخنان آخوندهای کرواتی و عوام فریبانی مانند شریعتی، الهی قمشه‌ای، سروش و غیره. به این جور انسانها باید فیلم‌های سربریدن، دست قطع کردن، چشم درآوردن و سنگسار را نشان داد، یا خاطرات کسانی که در زندان اسلامگرایان افتاده اند و رفتاری که با آنها شده است را برایشان شرح داد.
تا آنها عواطفشان نسبت به اسلام عوض شود و در مرحله بعد باید به آنها ثابت کرد که این اعمال کاملا اسلامی هستند و مدارکی را که در دین وجود دارد به آنها ارائه داد. بعد از اینکه آن احساس خوب نسبت به دین، الله و غیره از بین رفت، میتوان کم کم رابطه بین شخص و دینش را به رابطه‌ای خرد محور تبدیل کرد و او را مجبور کرد که از خرد خود بیشتر در بررسی دین استفاده کند و به مجرد اینکه این اتفاق افتاد میتوان انتظار داشت که دین طرف برباد میرود. معمولاً این روش برای نیمه دیوانگان کار می کند، اما تمام دیوانگان را به هیچ وجه نمی توان روشن کرد. تمام دیوانگان دینی معمولاً هم سن بالاتری دارند، هم ثبات و قوه تفکر و خلاقیت کمتری. اگر انسان ریشویی را میشناسید که هر روز نماز میخواند و یا آدم اهل شعر و شاعری و عرفانی را میشناسید که حرفهایش را با شعرهای مولوی و حافظ به شما میزند، بدانید که احتمالاً با تمام دیوانه و خرد باخته‌ای طرف هستید و بهتر است وقت خود را تلف نکنید و وقتتان را روی کسانی بگذارید که ارزش روشن شدن و نجات یافتن از گنداب مذهب و دین را داشته باشند. البته این به این معنی نیست که این گونه افراد قابل اصلاح شدن و خردگرا شدن نیستند، بلکه منظور این است که این افراد نیازمند آموختن بیشتر و راه‌های دیگر همچون تحقیر شدن به دلیل اوج حماقت مذهبیشان هستند. مسئله اینجاست که در بسیاری از مواقع انسان میتواند وقتش را روی انسان‌های عاقل یا کمتر دیوانه صرف کند. آری، انکار تاریخ از طرف این اشخاص آماتور و بیمایه مسلمان به این جهت است که آنها علاقه‌ای به فهمیدن ندارند و انسان‌های اهل تفکر شک‌ورز و خردپیشه نیستند. آنها انسان‌های مغز مرده‌ای هستند که گوسفندوار هرچه به آنها تلقین شده است را دنبال می‌کنند و اساساً بهتر است چون این افرادی اصلاح نشوند و مسلمان بمانند، زیرا خردگرا شدن و یا بی خدا شدن این افراد سبب می شود افراد نادان هم فکر با شما شوند و مکتب فکری ناب شما را نیز آلوده به تعصب و نادانی و حماقت‌های خیش کنند. پس بهتر است این گونه افراد در همان جبهه مخالف باشند. این گونه افراد معمولاً نمونه‌های آموزشی خوبی هستند برای اینکه شما دیگر مسلمانان را و دیگر افراد را توسط آنها آموزش دهید و از بی‌منطقی و حماقت آنها به نفع خردگرایی و به ضرر اسلام و دین سود بجویید. این افراد بچه‌هایی هستند که ادای بزرگترها را در می‌آورند. سن آنها ممکن است زیاد باشد، اما از لحاظ فکری هنوز در سنین طفولیت به سر میبرند. پس وقتی به آنها میرسید به آنها لبخند بزنید. سخن را کوتاه کرده و به سفسطه‌های رایج اسلامگرایان و اسلام باوران در مورد تاریخ میپردازیم. در ادامه مواردی رایج از این سفسطه‌ها را یک به یک بیان کرده و نشان خواهیم داد که چرا این گونه استدلال‌ها سفسطه آمیز و کاملاً باطلند. سفسطه من تاریخ را قبول ندارم. این عبارت اوج بی‌منطقی طرف را میرساند. کسی که میگوید من تاریخ را قبول ندارم پذیرفته است که اساساً اسلام را قبول ندارد. اگر کسی تاریخ را قبول نداشته باشد چگونه میتواند ثابت کند که قرآن همین 50 سال پیش توسط یک عده نوشته نشده است؟ کسی که تاریخ را قبول نداشته باشد دچار مشکلات متعددی در دینداری می شود که این مشکلات را در شرح سفسطه دیگری
با فرنامه من احادیث را قبول ندارم و فقط قرآن را قبول دارم به طور جزئی و دقیق برشمردیم. این گونه عبارتها معمولاً از طرف فرقه مسلمانان قرآنی مطرح می شود که فرقه‌ای نسبتاً جدیدند و غیر از قرآن هیچ چیز دیگری را نمیپذیرند. باطل بودن و نفاق این فرقه در توضیحات قبلی به وضوح شرح داده شد. اما این ادعا معمولاً رادیکال ترین ادعایی است که اسلامگرایان انجام می دهند. معمولاً اشخاص بالغ و عاقل می دانند که اگر این حرف را بزنند کاملاً دیوانه به نظر خواهند آمد. پس از این رو مثلا می گویند فلان کتاب را، مثلا تاریخ طبری را قبول ندارند، نه اینکه بگویند کل تاریخ را قبول ندارند. دلیل این ادعا نیز ممکن است این باشد که اسلامگرا شیعه باشد و کتاب‌های نوشته شده توسط نویسندگان اهل سنت را قبول نداشته باشد و یا برعکس. به این مسئله در مورد بعد پرداخته خواهد شد. اما اگر اسلامگرا به این دلیل نباشد که کتابی را انکار می کند، باید از او پرسید که آیا همه کتاب‌ها را انکار می کند؟ یعنی آیا حاضر است بپذیرد که هر آنچه کتاب‌های تاریخی نوشته‌اند باطل است؟ اگر پاسخ مثبت باشد و این حرف را راجع به کتاب‌های مادر و مهم تاریخی اسلام مانند سیره ابن هشام، مروج الذهب، مغازی، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابو داوود، تاریخ طبری و یا دانشمندان متأخر و برجسته‌ای مثل ویلیام موئر، مودودی، حسین هیکل و المبارکپوری بزند، باید با کمال رضایت سخن او را پذیرفت. زیرا اگر هرچه این تاریخ نویسان گفته باشند دروغ باشد، اساساً تمام ماجرای پیامبری محمد نیز دروغ خواهد بود و هدف نهایی نیز این است که پیامبری محمد انکار و نفی شود. اما اگر اسلامگرایان عقلی در سر داشته باشند، خواهند گفت که نه، همه آن کتب تاریخی باطل نیستند، بلکه برخی از گفته های آنها باطل است. و می‌بینیم که هرچه به جلوتر می‌رویم ادعاهای اسلامگرا در هر مرحله محدود و کمتر می‌شود. بعد باید از او خواست که توضیح دهد اگر برخی از چیزهایی که این تاریخ نویسان گفته‌اند درست است و برخی باطل، با چه معیار و روشی میتوان تشخیص داد که کدام یک از گزارش‌های آنان صحیح و کدام یک باطل است؟ آیا این منصفانه و عاقلانه است که هرچه اسلامگرا دوست داشته باشد را درست بپندارد و هرچه دوست نداشته باشد را باطل؟ اگر بگوید هر گزارش تاریخی را باید با قرآن سنجید و اگر با قرآن سازگار نبود آن را باطل دانست، اسلامگرا به سفسطه دیگری دچار شده است که در مورد سوم همین بخش آن را بررسی خواهیم کرد. اگر اسلامگرا بگوید با خرد باید آن را سنجید، باز هم باید با او موافقت کرد. در بخش نتیجه گیری همین کتاب نگرش خردگرایانه به تاریخ اسلام از دید نگارنده توضیح داده شده است. اگر اسلامگرا این حرف را بزند، باید به او گفت که پس سخن پیشین که فلان کتاب را قبول ندارم غلط است. او باید بگوید بعضی از گزارش‌های آن کتاب را که با عقلانیت سازگاری ندارد قبول ندارم و بعد باید نشان دهد با کدام استدلال عقلی کدام گزارش را قبول ندارد. پس در اینجا نیز به اسلامگرا نشان داده شده است که حرف ابتدایی او مبنی بر قبول نداشتن تاریخ کاملا باطل است. سفسطه دوم در این مورد این است که میگویند کتاب‌های اهل تسنن برای شیعیان قابل قبول نیستند. این نیز از مطالبی است که معمولاً از طرف مسلمانان شیعه بیان می شود و یا سنیان که کتب شیعیان را قبول ندارند. پیش از پاسخ به این اعتراض باید به این نکته توجه کرد که چنین سخنی
می تواند در مورد احادیثی که راجع به امامان شیعه است درست باشد، اما این سخن لزوماً در مورد احادیث نبوی درست نیست، چون امامان شیعه اساساً آنقدر اهمیت نداشتند که کسی غیر از شیعیان به جمع‌آوری حدیث از آنها بپردازد و اکثریت قاطع احادیث باقی مانده از امامان نوشته شیعیان است. پس در مورد احادیث شیعه این اعتراض بیشتر قابل تأمل است. در رد این سخن نخست باید گفت این گونه نیست که کتاب‌های اهل تسنن به طور کلی برای شیعه قابل قبول نباشند. محدثین شیعه بسیاری از احادیث را از همان منابعی نقل می کنند که محدثین سنی این کار را انجام می دهند و حتی از آنان نقل می کنند. افرادی مانند ابوذر که حدیث نبوی از آنها نقل شده مورد تایید شیعه نیز هستند و از آنان در کتب اهل تسنن روایات زیادی نقل شده. تنها برخی از راویان حدیث در علم رجال شیعه کذاب به شمار می روند و احادیث آنها مورد تایید نیست، نه تمامی آنها. این است که نابخردانه است اگر کسی بگوید من فلان حدیث را صرفاً به این دلیل که در یک کتاب مورد قبول اهل تسنن نیز از آن یاد شده قبول ندارم. از چنین شخصی انتظار می رود دست کم ایراد را به راویان آن حدیث بگیرد. دوم اینکه چنین سخنی تنها یک بهانه کودکانه است. خود شیعیان نیز در کتاب‌ها و تحقیقات تاریخیشان به کرات از کتاب‌های اهل تسنن استفاده می‌کنند، چرا که این منابع اصلی ترین منابع تاریخی هستند و اگر آنها نباشند تاریخی از اسلام نیز نخواهد بود. کدام کتاب تاریخی قابل توجه را میتوان سراغ داشت که مجبور نباشد از صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نقل کند یا از تاریخ طبری و سیره ابن هشام گزارشی تاریخی را نقل کند؟ حال چگونه است که شیعیان خودشان حق دارند از کتاب‌های اهل تسنن حدیث نقل کنند، اما خردگرایان چنین حقی را ندارند؟ واقعیت این است که بدون مراجعه به کتب اهل تسنن نمیتوان در مورد تاریخ اسلام چیزی نوشت و به نظر میرسد کتاب‌های شیعیان در مورد تاریخ نبوی نیز به جز جعلیات و نظریات خاص شیعه که خود بدان افزوده اند باقی از آثار اهل تسنن کپی شده باشد. لذا همانطور که گفته شد این ایراد یک ایراد خام و بهانه‌ای کودکانه برای فرار از تاریخ است. سوم اینکه کتاب‌هایی مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ طبری، سیره ابن هشام، طبقات کبری ابن سعد و غیره ارزش آکادمیک دارند و اسلام شناسان بزرگ در سطح آکادمیک همواره از آنان سند آورده و می آورند. این کتاب‌ها به زبان انگلیسی توسط دانشگاه‌های معتبر دنیا نیز منتشر می‌شوند. مثلا دانشگاه ایالت نیویورک تاریخ طبری را ترجمه و منتشر کرده است و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما چه شیعیان از این خوششان بیاید چه نیاید کتاب‌های شیعه هیچ ارزشی ندارند، زیرا کتب شیعه بیشتر داستان پردازی های خود محدثین شیعه هستند. مثلا در کتاب‌های شیعه حدیث از امامان شیعه در مورد ابراهیم، موسی و حضرت آدم نیز وجود دارد. مثلا گفته شده که حضرت آدم فلان کار را کرده است و هیچ تاریخ نویس عاقلی نمیتواند چنین مزخرفاتی را بپذیرد. یا مثلا در کتاب‌های مادر شیعه از این سخن به میان می آید که آیا باید در فلان ماه نکاح کرد یا نه. اینها باعث می شوند که این کتاب‌ها از نظر اسلام شناسان سکولار و همچنین مجامع علمی آکادمیک جهانی که بی‌طرفانه و به صورت علمی به دنبال تاریخ می روند بی ارزش و غیر معتبر جلوه کنند.
زیرا این احادیث تنها به این دلیل که شیعیان معتقدند امامانشان علم لدنی و الهی داشته‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرند و علم لدنی داشتن امامان شیعه از همان باورهای فرقه‌ای و اختصاصی آنان است و تاریخ نویسان چنین مزخرفاتی را باور نمی‌کنند. جدا از این دسته کتاب‌ها، برخی از سایر کتب شیعه آنقدر بیپایه هستند که حتی خود مسلمانان و خود شیعیان نیز نباید آنها را بپذیرند. مثلا کتاب نهج البلاغه قرنها بعد از علی توسط شیخ رضی، آن هم بدون اسناد نوشته شده است. از علی زخمی و نیمه جان در روزهای پایانی عمرش آنقدر مطلب نوشته که تمام انجیل آنقدر مطلب از تمام دوران حیات عیسی مسیح ننوشته. بنابراین افراد سکولار و خردگرا مجبور نیستند با ساز شیعه برقصند. معتبرترین کتاب حدیث مسلمانان همان صحیح ها هستند و این کتاب ها منابع آکادمیک به شمار می روند، نه بهارالانوار، اصول و فروع کافی و وسائل و شیعه و غیره. حال اگر شیعیان نمیخواهند این واقعیت را بپذیرند، اشکال از خودشان است که تعصبات مذهبیشان خرد آنها را کور کرده است. چرا خردگرایان باید استاندارد علمی خود را آنقدر پایین بیاورند که به سطح شیعه برسد؟ برخی از کتاب‌های حدیث بیش از 1000 سال قدمت دارند و راویان آنها را از کتاب‌های پیشین و با متدهای بسیار علمی که سرنوشت تاریخ نگاری را در تاریخ تغییر داده‌اند نوشتند و این مورخین از مورخین بزرگ تاریخ جهان به شمار می‌روند. اگر کسی بگوید این اسناد ارزش تاریخی ندارند، باید به مقدار زیادی بی‌انصاف، ناآگاه و یا متعصب مذهبی باشد. البته این سخن من نباید به این معنی تفسیر شود که در کتب اهل تسنن مزخرفات و خرافات دخیل نشده است و شیعه ذاتاً استعداد تاریخ نویسی ندارد. هرگز این گونه نیست. در میان شیعیان نیز تاریخ نویسان بزرگ و قابل احترامی وجود داشتند. مسعودی تاریخ نویس شیعی و بسیار بزرگی به شمار می رود که شیوه تاریخ نگاری او توجه برخی از تاریخ نویسان مدرن را نیز به خود جلب کرده است و بدون شک وی در تکامل علم تاریخ نقش داشته است. از طرف دیگر کتب اهل تسنن نیز پر از خرافات و مزخرفات هستند و یقیناً نمیتوان آنها را تمام و کمال صحیح دانست، گرچه اسمشان را صحیح گذاشته باشند. چهارم این که به نظر شیعه چون امامت صحیح است، پس امامان شیعه همه چیز را میدانند و دروغ نمیگویند و این در حالی است که در واقعیت این امامان تقریباً به غیر از امام علی و امام صادق نه در فقه افراد بزرگی بودند، نه در حدیث و نه در تاریخ نویسی. امامان شیعه عموماً افرادی جاه طلب، نادان و خوشنشین بودند و دانش چندانی نداشتند. واقعیت این است که افرادی مثل بخاری، غزالی، طوسی، ملا صدرا، طبری، مسعودی و ابن هشام افرادی بسیار فرهیخته تر و داناتر نسبت به اسلام، فقه و فلسفه، کلام و سایر علوم اسلامی بودند. بنابراین شیعه به دلیل باورهای فرقی و مذهبی خود فرضی غلط را که همانا امامت است را در حدیث گفتن گنجانیده است که این فرض مورد تایید ما نیست. شیعیان وقتی با خردگرایان روبرو می شوند باید به صورت برون مذهبی با آنها دیالوگ برقرار کنند، نه اینکه افکار فرقی خود را دخیل کنند، مگر اینکه بحث در مورد موارد فقهی که محدود به باورهای شیعیان می شود باشد. پنجم اینکه بسیاری از احادیث متواتر هستند، یعنی آنقدر افراد مختلفی آنها را بیان کردند که کسی نمی تواند شک کند این احادیث واقعی هستند.
اسلامگرا باید توجه کند که خود قرآن نیز از طریق همین تواتر است که به دست مسلمانان رسیده و قرآن همانقدر اصالت دارد که احادیث متواتر دارند. نتیجه از این چند نکته آن است که سند آوردن از کتب اهل تسنن توسط خردگرایان نه تنها زیر پا گذاشتن اصول مناظره و استدلال کردن از مشترکات نیست، بلکه از قضا انتظار شیعه‌ای که چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کند دقیقاً زیر پا گذاشتن همان اصل است، زیرا او می‌خواهد امامت را نیز در حالی که مورد توافق طرفین نیست در مناظره دخیل کند. اما مهمترین ایرادی که این اعتراض دارد این است که خود اسلام را درست فرض می کند. سفسطه احادیث و تاریخ را باید با قرآن سنجید. یکی از روش‌های شیعیان و اهل تسنن این است که همه احادیث را با قرآن می سنجند و اگر آن احادیث با قرآن همخوانی داشته باشند آنها را ممکن است بپذیرند، اما اگر این احادیث با قرآن ناسازگاری داشته باشند آنها را باطل خواهند شمرد. این روش البته اگر خود قرآن صحیح باشد که این البته بسیار مهم است، روش دروندینی خوبی برای جدا کردن احادیث تحریف شده از احادیث واقعی است. اما مسئله این است که آیا خود قرآن صحیح است و درستی آن پذیرفته شده است؟ برای مسلمانان ممکن است این گونه باشد، اما وقتی مسلمانان با خردگرایان و افراد سکولار وارد بحث می شوند حق ندارند درستی قرآن را پیش فرض بگیرند، زیرا این قضیه مورد توافق طرفین نیست. درست و صحیح فرض کردن قرآن برابر با تایید اصل نبوت است، یعنی همان چیزی که منتقد اسلام و مسلمانان دارند بر سر درستی آن با یکدیگر بحث می کنند. اگر مسلمانی از قبل فرض کند که نبوت درست است، او مغلطه مصادره به مطلوب را مرتکب شده است، یعنی چیزی که باید درستیش را اثبات کند از پیش درست فرض کرده است. باری سفسطه و شعار دروغین شیعه این است که اصول دین را با عقل میسنجند و بعد از پذیرش اصول دین با عقل است که به تقلید میپردازند و البته که این دروغی بسیار بزرگ است، زیرا اسلامگرایان به دلیل بدوی و فاشیست بودنشان اجازه نشر افکار غیر اسلامی و ضد اسلامی را در کشورهایی که حاکم بر آنها هستند نمیدهند و وقتی اجازه نشر چنین افکاری وجود نداشته باشد چگونه ممکن است افراد بتوانند انتقادهای موجود به اصول دینشان را بخوانند، بشنوند و در مورد آنها فکر کنند؟ سانسور اینترنت، محدودیت برای روزنامه ها، ممنوعیت انتشار کتاب های ضد دینی، پارازیت انداختن روی ماهواره ها و رادیوها، ترور دگراندیشان و حبس کردن آنها و تمام سایر اعمال شرم‌آور و ننگینی که اسلامگرایان از خود از ابتدای حیاتشان تا به امروز نشان داده اند خود گواه این است که این شعار کاملا دروغین است. مهمتر از این رفتار فاشیستی اسلامگرایان قوانین فاشیستی و انسان ستیز دینشان است که یکی از آنها ارتداد می باشد و این ارتداد اسلام را از یک دین به یک باند مافیایی تبدیل کرده است، زیرا اگر تبهکاری یک باند مافیایی را ترک کند رئیس مافیا دستور قتل او را صادر می کند و اسلام نیز دقیقاً همین ویژگی را دارد. به شخص میگویند تو باید با عقل اصول دینت را انتخاب کنی، اما اگر انتخاب نکنی تو را به عنوان مرتد مذهبی میکشیم. عجب اختیار و آزادی!
اما با تمام این مسائل فرض می‌کنیم که این دروغ هم راست باشد و شیعیان واقعاً بخواهند از راه عقل نبوت را بررسی کنند. در این صورت باید احتمال این را بدهند که نبوت خطا باشد و خطا بودن نبوت نیز به معنی این خواهد بود که محمد اصلاً پیامبر نبوده است و زمانی هم که او در واقع پیامبر نبوده و ادعای پیامبری می کرده است، یعنی او دروغگو بوده و شخصی که دروغگوست ممکن است در قرآن که او ادعا می کرده از طرف خدا به او وحی می شده چیزی را بگوید و بعد خود برخلاف آن رفتار کند. اما وقتی مسلمان می گوید حدیث را باید با قرآن سنجید، او در واقع احتمال خطا بودن نبوت را نمی دهد و نبوت را درست فرض می کند، یعنی احتمال دروغگو بودن محمد را صفر فرض می کنند. و آشکار است که این کار تخلفی آشکار در قوانین مناظره و بررسی عقلانی است، زیرا اگر قرار است قضیه‌ای خردمندانه بررسی شود، هم باید احتمال درست بودن آن داده شود و هم احتمال نادرست بودن آن. اما عموماً این قضیه مشکلی ایجاد نمی کند، یعنی احادیث کتب معتبر کمتر پیش می آید که با قرآن در تناقض باشند، زیرا این احادیث توسط عالمان بسیار بالا رتبه جمع آوری شدند که آنها پس از بررسی عمیق این احادیث با قرآن آنها را گزارش کردند. پس فقط یک اسلامگرای عامی است که تفسیرهای بسیار ابتدایی و ایدئالیستی از قرآن ارائه می‌دهد و به دلیل اینکه تفسیر او از قرآن غلط و غیر واقع بینانه است، او گمان می‌کند که میان قرآن و این احادیث اختلافی وجود دارد، در حالی که چنین نیست. علم رجال یکی از شاخه‌های علم حدیث رجال حدیث نام دارد که مربوط به شناخت راویان حدیث از نظر معتبر بودن و وثاقت آنها می باشد. کتاب‌های رجال فرقه‌های اسلامی حاوی اطلاعاتی در مورد راویان مختلف احادیث هستند و نشان می‌دهند که یک راوی دارای اعتبار هست یا نه. گاهی در بحث با خردگرایان مسلمانان سعی می‌کنند از روش‌های این علم استفاده کنند، حالانکه اسلوب این علم نیز مورد توافق طرفین نیستند. برای نمونه یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص وثاقت یا عدم وثاقت یک راوی مذهب وی است. اگر یک راوی شیعه باشد، اهل تسنن وی را رافضی می‌نامند و نقل قول وی را غیر معتبر می‌دانند. به همین دلیل سخنی که یک شیعه نقل کرده باشد کاملا فاقد اعتبار خواهد بود. خب آیا این روش عقلایی و قابل دفاع است؟ البته که نه. این روش ها بعضاً بر فرضهای غلط و تعصبات دینی مبتنی هستند. مثلا راویان یهودی را به دلیل یهودی بودنشان یا حتی بعضی اوقات یهودی بودن پدرانشان مردود می شمارند. یعنی در واقع میگویند هیچ یهودی ممکن نبوده است که راست بگوید. و این نوع فاشیسم و تبعیض نژادی مسلماً غیر قابل قبول از طرف هر انسان منصف و عاقلی است و تاریخ نگاران از روی دین یک شخص راجع به درستگو یا دروغگو بودن او قضاوت نمی کنند. یا مثلا شیعیان راویانی که به باور آنها دشمن اهل بیت بوده اند را مردود می دانند و فقط راویانی که دوستدار اهل بیت هستند را مورد نظر قرار می دهند، زیرا نظر این دانشمندان سنی را مغرضانه می دانند. این روش نیز خردپسندانه نیست. یک دوست نیز دقیقاً همانند یک دشمن، اما با انگیزه‌ای معکوس، ممکن است به دلیل دوستیش از گفتن واقعیت‌ها بپرهیزد و چیزهای منفی که می‌دیده را ننویسد و تنها چیزهای مثبت را بنویسد. پس این است که دوست یا دشمن بودن یک راوی نیز
از ارزش آن روایت کم نمی کند و این دو روایت در واقع از یک مقدار ارزش برخوردارند. لذا علم رجال از نظر خردگرایان نمیتواند معتبر باشد و ابزاری معتبر در بررسی اعتبار احادیث در بحث‌های بین مسلمانان و افراد سکولار نیست. علاوه بر این، خود علم رجال درون خود نیز دچار تناقض است و آنقدر سخنان متناقض در مورد یک شخص در آن آمده است که عملاً این کتاب‌ها را بیفایده و سانتیمانتال کرده است. علاوه بر این، علم رجال یک جریان ضد علمی و ضد تاریخی است و احتمالاً سبب نابودی ده‌ها گزارش و سند تاریخی در گذر زمان شده است، چرا که محدثین و تاریخ نویسان مسلمان دیدگاه‌ها و گزارش‌های مخالفین اسلام را تنها به دلیل اختلاف‌های فکری خود با آنها از بین بردند و حتی یک کتاب در مورد تاریخ اسلام از قدمای غیر مسلمان باقی نمانده است. بنابراین شوربختانه هر آنچه از تاریخ اسلام باقی مانده است نوشته خود مسلمانان است و مسلمانان به همین شیوه ها تاریخ اسلام را نوشتند. این در حالی است که روشن است تنها با بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان یک جریان است که میتوان برداشتی نزدیکتر به واقعیت از آن داشت، حالان که مسلمانان از روی بربریت و تعصب نظر مخالفان را از بین بردند و جهانیان را برای ابدیت محکوم کردند که محمد را تنها از طریق خود مسلمانان بشناسند. با این حال همان تاریخی که از خود مسلمانان نیز باقی مانده است آنقدر زشت و سیاه است که مسلمانان را وامی دارد تا به انواع و اقسام سفسطه ها و مغلطه ها برای پنهان کردن آن و یا فرار از آن دست بزنند. تصور کنید اگر نظر مخالفان اسلام باقی می‌ماند و ما می‌توانستیم از زبان یهودیان و مشرکینی که توسط محمد قتل عام شدند یا مردم نگونبخت مناطقی که قربانی حمله تازیان شدند اسلام را می‌شناختیم، دیگر چقدر این تاریخ اسلام سیاه‌تر می‌شد. علم رجال و علوم مسخره حدیث که به خطا علم نامیده می‌شوند در واقع خود عامل نسل کشی فرهنگی و جریانی ضد علم و ضد تاریخ و ضد بشر بودند. نتیجه گیری از بازگشایی این سفسطه: آشکار است که اسلامگرا اعتراض معتبری بر قضاوت تاریخی نسبت به اسلام ندارد. بهانه هایی که او می آورد از سر لجاجت او با خرد خودش است. اسلامگرا برای اینکه مسلمان بماند باید پاروی بسیاری از چیزها بگذارد. او باید پاروی انسانیتش بگذارد، پاروی تاریخ دینش بگذارد و از همه بدتر باید پاروی خرد خود که مهمترین چیزی است که او دارد بگذارد. تاریخ اسلام بیش از هر ابزار دیگری چهره اسلام را رسوا می کند و نشان می دهد پیامبر اسلام واقعاً چه شخصیتی داشته و چه رفتار ددمنشانه و ضد بشری داشته است. ماجرای وحی گرفتن او از چه قرار بوده و چگونه مردم را گول می زده است. باید در نظر داشت که دفاع از تاریخ به این معنی نیست که تمام تاریخ اسلام مورد تایید خردگرایان و افراد منتقد اسلام است. برای بررسی تاریخ اسلام روش‌هایی وجود دارد که مهمترین آنها عبور دادن هر چیز از فیلتر خرد است. در بررسی تاریخ باید خرد را بالاترین ملاک دانست. مثلا وقتی در کتاب‌های تشیع از جعفر جنی صحبت شده است که در روز عاشورا با لشکر اجنه به کمک امام حسین آمدند و یا اینکه امام زمان از ران مادرش به دنیا آمده است،
و مادرش یک شاهزاده رومی بوده است و آن همه ماجرای مسخره و قصه نویسی های محدثین شیعه را می‌خوانیم، باید این اباطیل را به دلیل اینکه از فیلتر عقل و خرد عبور نمی کنند به عنوان قصه های کودکانه و اسطوره های ساخته شده توسط محدثین غالباً ایرانی شیعه نگاه کرد. همچنین باید تلاش کرد تناقضات را زدود و از میان روایات مختلف خردمندانه ترین آنها را پذیرفت. اکنون بیش از 1400 سال از حیات محمد پیامبر اسلام می‌گذرد. هر سخنی که از او یاد می شود و یا روایتی که از رفتار او گفته می شود باید مستند به یکی از کتاب‌هایی باشد که حد اکثر 3-4 قرن بعد از حیات او نوشته شده باشند و الا این روایت‌ها و سخنان کاملاً بیهوده و بی‌ارزش خواهند بود. مسئله‌ای که باقی میماند این است که برخی از افراد سکولار و منتقد اسلام نیز تاریخ اسلام را به بهانه آنکه در درستی و صحت آن میتوان تا حدود زیادی شک کرد باطل میدانند و آن را قابل اتکا نمیدانند. اشکال کار این افراد این است که توجه نمی کنند این که از محمد چه گزارش شده است اهمیت بیشتری از این دارد که محمد واقعاً چه انجام داده است، زیرا این گزارش های تاریخی هستند که ملاک اسلام گرایان برای شناخت دینشان و همچنین کسانی که به بررسی اسلام می پردازند هستند و انکار این منابع هیچ کمکی نه به خردگرایی می کند نه خیری را سبب می شود، بلکه تنها باعث تکرار اعمال وحشتناک محمد خواهد شد، زیرا مسلمانان رفتار محمد را کاملا درست می دانند و مسلمانان راستین همان رفتار ددمنشانه را پیش خواهند گرفت. پایان بخش دوم کتاب. امیدواریم در بخش سوم این کتاب مهم و دقیق نیز همراه باشید تا با هم بیشتر به رسوایی سفسطه‌های موجود در میان مسلمانان بپردازیم.